سلام بچه‌ها، خوش اومدید به قسمت دوم. توی این ویدیو می‌خوایم بریم سراغ ادامه مدلینگ فانوس خودمون و من می‌خوام این قسمت رو بسازم. برای ساخت این قسمت من میام و از یک کیوب استفاده می‌کنم. شیفت ای میگیرم، میام سر بهش یک کیوب اضافه می‌کنم. کیوب خودم رو اسکیل می‌کنم و حالا برای اینکه دید بهتری نسبت به کیوب خودم داشته باشم، آبجکت خودم رو انتخاب می‌کنم و کلید H رو میزنم تا مخفی بشه. برگردیم دوباره به کیوب خودمون. کیوب رو انتخاب میکنم و اون رو با کلید S و نگه داشتن کنترل یه ذره بیشتر اسکیل میکنم. وارد فرونت میشم. میبینید که این قسمت یه حالت مثلثی طور داره. پس برای ساخت این حالت مثلثی میام و این فیس رو اینجا انتخاب میکنم. S رو میزنم برای اسکیل شدن. تو محور Y با زدن کلید Y محور Y رو انتخاب میکنم و این قسمت رو اسکیل میکنم. حالا برای اینکه کاملا تبدیل به یک مثلث بشه میتونم بیام و اینا رو با هم دیگه جوین کنم. من این کار رو انجام میدم، دو تا ورتکس انتخاب میکنم با کلید M و انتخاب کردن ات سنتر اینا رو مرج میکنم. به همین سادگی. حالا میام و قسمت پایین و بالای این رو حذف میکنم چون که بهش نیازی ندارم. X رو انتخابش رو میکنم، X رو میزنم و دیلیت رو میزنم. حالا برای اینکه بیایم و این قسمت های داخلی و فرو رفتگی رو داشته باشیم، میام و این دوتا فیس رو انتخاب میکنم و آی رو میزنم. بعد از اینکه میزان اینسرت فیس خودم مشخص کردم، میام اینجا اینسرت فیس رو باز میکنم و گزینه ایندیویدوال رو انتخاب میکنم تا به این صورت ابزار اینسرت فیس من عمل کنه. به همین سادگی. خب حالا برای ساخت ادامه مدل خودمون نیاز دارم که اینجا یه لوپ کات داشته باشه. ولی اگر کنترل آر رو بگیرم میبینید که لوپ کات من به این صورت ایجاد میشن. برای اینکه بتونم اینجا یه خط اضافه کنم، کی رو میزنم، ابزار نایف تول برای من اجرا میشه و اینجا یه ورتکس ایجاد میکنم و همینطور تو این قسمت پایینم این کار رو انجام و بعد حالا اینتر رو میزنم تا اپلای بشه. برای این قسمت هم همین کار رو انجام میدم و سمت دیگر هم به همین صورت. خب بعد از اینکه این کار رو انجام دادم دیگه به این قسمت ها نیاز ندارم، انتخابشون میکنم و همینطور این قسمت های داخلی و بعد کلید ای رو میزنم و دیوایس اج رو انتخاب میکنم تا این قسمت ها حذف بشه. حالا کلید 3 رو میزنم و میرم رو حالت فیس، این دو تا فیس رو انتخاب میکنم. آلت ای رو میزنم و گزینه اکسترود فیس انگلز نورمال رو میزنم تا در جهت نورمال ها بیاد و برای من این فیس ها رو اکسترود بگیره. این هم شد. حالا میام و این قسمت بالاییشون رو پاک میکنم، انتخابشون میکنم و پاکش میکنم و حالا میام تمام گوشه هاش رو انتخاب میکنم، در واقع قسمت های شارپ رو، و بعد کلید کنترل بی رو میزنم تا بهش بیول بدم و یه همچین حالتی در میاد. و حالا برای اینکه دوباره فرم بهتری داشته باشه یک کنترل آر میگیرم و یه لوپ کات اینجا، یه لوپ کات هم اینجا، این دوتا رو انتخاب میکنم و در جهت نرمال ها اسکیلش میکنم. اینجا میتونم دوتا لوپ کات دیگه داشته باشم. خب الان ما یه تیکه از این رو ساختیم. حالا چطوری بیایم و اون رو به این حالت در بیاریم؟ حالا میام و آبجکت خودم رو اسکیل میکنم و اندازش رو تنظیم میکنم که چقدر باشه. فکر کنم این مقدار کافیه. حالا کنترل A رو میزنم و اسکیل رو انتخاب میکنم تا مقدار اسکیل به اون اپلای بشه و مقدار اسکیل اون از این قسمت میبینید که به یک تغییر پیدا میکنه. اگر اون رو اسکیل میکردم میبینید که مقدار اسکیلش اینجا تغییر پیدا میکنه. حالا بیایم و این آبجکت رو اینجا تنظیم کنیم. برای تنظیم کردن این آبجکت تو این حالت ما چندین روش داریم. اولیش اینه که اینجا بزنیمش و اینطوری ازش اکسترود بگیریم که حالت خوبی نیست. برای راحتی کار من میام وارد ادیت مود میشم، A رو میزنم تا تمام قسمت های آبجکتم رو انتخاب کنه، R رو میزنم و کنترل رو نگه میدارم. حالا اون رو 90 درجه میچرخونم. میام و G رو میزنم و میارمش جلو، دقیقاً روی محور Z قرارش میدم، حالا یه ذره عقب‌تر، و این قسمت نارنجی رنگ رو که میبینید مرکز آبجکت من رو مشخص میکنه که الان مرکز آبجکت من روی این قسمت از مشم هست. و میام شیفت میگیرم، میام سربرگ کرو و یک کرو اضافه میکنم. من از تب استفاده میکنم. تب رو میزنم، وارد ادیت مود کرو میشم. این قسمت های اضافه ای که داره رو انتخاب میکنم، پاکش میکنم و این قسمت اضافه جلوشم پاک میکنم. و حالا این قسمت رو انتخاب میکنم و میارمش عقب و در این قسمت قرارش میدم. الان یک کرو داریم که با آبجکت ما تقریبا مچ شده و حالا میخوام با تغییر این کرو آبجکت منم تغییر کنم. حالا برای اینکه بتونیم این کار رو انجام بدیم میام آبجکت خودم رو انتخاب میکنم، میام سربرگ مودیفایر ها، اد مودیفایر، میام رو سربرگ جیومتری و مودیفایر اری رو اضافه میکنم. مودیفایر اری کاری که انجام میده میاد و آبجکت من رو تکرار میکنه. حالا برای اینکه وقتی این تکرارها رو انجام میده
قسمت هایی که در واقع با دارن تکرار میشن، یعنی این قسمت ورتکس های این قسمت با ورتکس های این قسمت در واقع مرج بشن، میایم این گزینه مرج رو هم اینجا فعال میکنیم. حالا میتونم میزان تکرار آبجکت خودم رو بیشتر یا کمتر کنم. من میذارمش فعلا روی 6 باشه. حالا میام و یه مودیفایر دیگه اضافه میکنم به اسم مودیفایر کرو. اد مودیفایر رو میزنم، میام سر برگ دیفورم و مودیفایر کرو رو اضافه میکنم. حالا میام و اینجا یک کرو بهش میدم. کرو آبجکت، میام کرو خودم رو انتخاب میکنم و این کرو رو بهش میدم. حالا میام اینجا کرو خودم رو انتخاب میکنم. حالا اگه کرو خودم رو در واقع حرکت بدم و جابجاش کنم، میبینید که آبجکت منم تغییر میکنه. اما به دلیل اینکه کرو من کرو کوچیکی هست و این آبجکتم خیلی بزرگه، این عمل به درستی انجام نمیشه و من حالا از اینجا یه اکسترود میگیرم تا این قسمت و حالا برای اینکه قدرت‌های مانور بیشتری داشته باشم، این دو تا ورتکس رو انتخاب میکنم، رایت کلیک میکنم و گزینه ساب دیواید رو انتخاب میکنم. میام این قسمت پایین و میزان ساب دیوایدش رو افزایش میدم. این مقدار فکر میکنم کافیه. حالا میبینید که با جابجا کردن این کرو و ورتکس های کرو، میبینید که آبجکت منم داره تغییر میکنه و به اون فرم و به اون حالت کرو در میاد. اما همونطور که میبینید وقتی که من این یک قسمت رو جابجا میکنم، مش من حالت خوبی نمیگیره و یه حالت دیفورمه داره. این به دلیل اینکه ورتکس هامون تو این محوری که داریم اون رو جابجا میکنیم یا تغییر میدیم بسیار کمه. اگه من وارد ادیت مود میشم، میبینید که قسمت هایی که برای انعطاف قرار دادیم تو محور ایکس ها فقط این قسمت هست و این قسمت، یعنی از وسط ما اون رو نمیتونیم خلق کنیم. حالا برای اینکه بیایم این مشکل رو حل کنیم، کنترل آر رو میزنم و دو تا لوپ کات اضافه میکنم. حالا وارد آبجکت مود میشم، کرو رو انتخاب میکنم، وارد ادیت مود کرو میشم و حالا اگه این رو جابجا کنم، میبینید که بسیار نرم‌تره نسبت به قبل. هر چقدر شما تعداد سگمنت هاتون رو افزایش بدید، آبجکت نرم‌تری هم دارید. اما حالا من هی مجبورم وقتی که کرو رو اکسترود میکنم، بیام و آبجکت خودم رو هم در واقع میزان مودیفایر اریش رو هم بیشتر کنم. برای اینکه بتونیم این مشکل رو حل کنیم، ابتدا من میام کل این ورتکس هایی که برای کرو اضافه کردم رو پاک میکنم، آبجکت خودم رو انتخاب میکنم. تو بخش مودیفایر ها روی مودیفایر اری، این قسمت که نوشته فیت تایپ رو انتخاب میکنم و میذارمش فیت کرو تا طبق کرو فیت بشه. حالا بعد از اینکه این کار رو انجام دادید، قسمت پایین یه گزینه داریم که کرو رو باید مشخص کنیم که از چه کروی استفاده کنیم. من میام و کرو خودم رو انتخاب میکنم. حالا میام و کرو رو انتخاب میکنم، وارد ادیت مود میشم و این ورتکس رو انتخاب میکنم. حالا اگه با کلید ای ازش اکسترود بگیرم، میبینید که خودش به صورت اتوماتیک با کرو من فیت میشه و من میتونم اون رو هر جا که دوست دارم اکسترود بگیرم و کار خودم رو انجام بدم. حالا وارد آبجکت مود میشم و هم کرو و هم آبجکت خودم رو انتخاب میکنم و کلید جی رو میزنم تا اونا رو جابجا کنم. تو این قسمت قرارشون میدم و بعد حالا کرو رو انتخاب میکنم، وارد ادیت مود میشم و اکسترود میگیرم و این قسمت رو میسازم. به همین سادگی. خب بچه‌ها، من این قسمت رو به همین روش ساختم، اما کاری که انجام دادم، اومدم و این خطوط رو حذف کردم و به جاش 3 تا لوپ کات اضافه کردم تا یا مشم نرم‌تر بشه. شما میتونید 4 تا یا بیشتر اضافه کنید. و بعد حالا آبجکت رو انتخاب میکنم، راست کلیک کنم و شیپ اسموز رو میزنم تا حالت نرمی به خودش بگیره. مودیفایر سابدیویژن سرفیس هم با کلید کنترل 1 به اون اضافه میکنم تا بهتر بشه. حالا برای اینکه بیایم و این قسمت رو هم بسازیم، دیگه دوباره نمیایم و این مراحل رو تکرار نمیکنیم. میام تو سربرگ مودیفایر ها، اد مودیفایر رو میزنم، تو بخش جیومتری مودیفایر میر رو اضافه میکنم. میر کاری که انجام میده، میاد و از مرکز آبجکت ما که تو این قسمت هست، طبق همون یک میر یا یک کپی در خلاف اون میسازه. اما همونطور که این مرکز آبجکت ما اینجاست و میر ما به درستی اعمال نمیشه. اما ما یه آبجکت دیگه داریم که میتونیم از مرکز اون آبجکت استفاده کنیم. اگر شما آبجکتی ندارید و مرکز آبجکتتون به درستی تنظیم نشده، میتونید از یک ایمپیتی آبجکت استفاده کنید. من این کارو انجام میدم. شیفت ای میگیرم، میام به سرورگ ایمپیتی و یه پوینت اکسس اضافه میکنم. دقت کنید که توی مرکز جهان شما ایجاد بشه. اگر شما کرسر خودتون رو جابجا کردید، این رو بزنید، بیاد روی ویو و قسمت 3D کرسر، این اعداد رو همه رو انتخاب کنید و روی 0 قرار بدید. اگر این اعداد رو تغییر بدید، میبینید که کرسر شما تغییر پیدا میکنه. همه اونها رو انتخاب کنید و روی 0 قرار بدید تا کرسر شما به مرکز جهانتون تغییر پیدا کنه.
اگر میخواید با یک کلید میانبر این کار رو انجام بدید، کلید شیفت اس رو بزنید و کرسر تو ورلد اورجین رو انتخاب کنید تا کرسر شما بیاد و تو مرکز جهان قرار بگیره. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید و اینپیتی آبجکت خودتون رو اضافه کردید، میتونید از هر آبجکتی هم استفاده کنید. من اینجا دارم از یک اینپیتی استفاده میکنم تا برای شما بهتر این مفهوم جا بیاد. اون رو اسکیل میکنم تا اندازش کوچیک‌تر بشه و خیلی تو دید نباشه و بعد حالا میام این آبجکت رو انتخاب میکنم و میام رو مودیفایر میارم که تو این قسمت هست. اینجا میتونم اکسس اون رو مشخص کنم و اینجا میرور آبجکت میام و این اینپیتی آبجکت هم رو انتخاب میکنم. میبینید که مودیفایر میرور الان داره به درستی اعمال میشه و میرور آبجکت من به درستی داره عمل میکنه. کلید Alt H رو میزنم تا تمام آبجکت هایی که مخفی کردم دوباره برگردم و میتونم شکل کلی مش خودم رو تا اینجا ببینم. این شد از مدلینگ این قسمت. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.